پیامبر در طول سال عالی بود، تو رمضان که وارد میشد دیگه عالی تر میشد. تو 10 شب آخر که میرسید دیگه چه، نه خودش میخوابید نه اجازه میداد اون 10 شب کسی تو مدینه بخوابه. همه رو بیدار میکرد، خانواده رو بیدار میکرد. یه خیمه میزد تو گوشه مسجد اعتکاف میکرد. تو بعضی روایت آمده که تو سالی که پیامبر به رفیق اعلی پیوست 20 روز اعتکاف کرد و جبرائیل تو اون سال 2 بار قرآن با پیامبر ختم کرد و مرور کرد. رمضان که هر سال تکرار میشه، ولی تکرار ما و شما حتی فردا شبش هم چه نماز صبحش هم تضمینی نیست. واقعا این فرصتی است. میگم تو 10 شب آخر اونقدر سخاوتمند میشد پیامبر صلی الله، میگه سخاوتمند نبود، ولی این توصیف پیامبر صلی الله علیه وسلم در طول زندگی، در روزهای اول رمضان و در 10 شب و 10 روز آخر رمضان دیگه کمر جد میبست، آستین همت بالا میزد و به اعتکاف مینشست. میگم گوشه از مسجد اعتکاف میکرد، خلوت میکرد، تو خونه نمیرفت، فارغ برای عبادت، برای مناجات. من دوست ندارم که وقت شما رو با صحبت بگیرم، چون این شبها 3 چیز مهمه. یکی نماز، 2 تلاوت زیبای کلام رب العالمین. تو این نماز، تو این دل شب. و 3 دعاست، استغفار و دعا. ولی این چند کلمه که میگم به خاطری که انگیزه ها تقویت بشه، به خاطر این که انسان وقتی کاری رو انجام میده بر اساس معرفت و شناخت و علم و آگاهی باشه تأثیرش بیشتره. خیلی نمیخواد دیگه خودتو خسته بکنید. علم و آگاهی خیلی وقتا تو اینقدر زحمت میکشید، تلاش میکنید، ولی خلاف برنامه هست، خلاف علمه. پس این موسم بازار آخرته. بزرگترین فضیلت این شب این که قرآن درش نازل شده. 114 تا سوره، 6600 تا آیه، 323,671 حرف. اجازه بده به خداوند زمین دلت که بی نهایت پهناوره در اختیار رب العزت و الجلال قرار بده، در اختیار خالقش قرار بده. این زمین دلت خیلی پهناوره، ساحل نداره. این دلتو در اختیار خالقش قرار بده. این زمین پهناور دلت در اختیار خالق قرار بده. میدونی اگر این زمین دلتو در اختیار خالقت قرار دادی، ربت، چی میشه؟ همش بوته های گل میکاره تو زمین پهناور دلت و دلت میشه بوستان و گلستانی از گلهای خوشبو، خوشرنگ و معطر. 323,671 بوته گل
تو زمین دلت میکاره، کل وجود تبدیل به گلستان میشه، کل وجودت معطر و خوشبو و خوشرنگ میشه. یه ختم قرآن در غیر از رمضان 3,236,710 حسنه داره. هر حرفی ضرب در 10 بکن، هر حسنه‌ای به 10 حسنه. اما این 10 تا رو بیار تو چه شب قدره. هر حرف قرآن معادل 84 سال، 83 سال و 4 ماه، ببخشید بیشتر از 83 سال و 4 ماه. یعنی یک حرف قرآن در غیر از رمضان بخونید، در دهه اول رمضان بخونید، هر حرفی به 10 تا حسنه. در غیر رمضان. ولی همون یک حرف تو شب قدر اگه نصیبت بشه چی میشه؟ از قرآن خواندن به مدت 83 سال و 4 ماه اگه طول شب و روز بخونید، ثواب اون یک آیه و یک حرف بیشتره. دلت در اختیار الله بگذار، اجازه بده تا کلام رب العالمین تو اعماقت نفوذ بکنه. اجازه به صاحب این دلت که اللهه، این دل تو قفسه سینت گذاشته، بهش اجازه بده تا هر کاری میخواد با دل تو انجام بده. هم دل مال خودشه، هم تو بنده خدایی. پس چرا به خدا اجازه نمیدید؟ اگر اجازه به شیطان دادید که با دلت هر کاری میخواد بکنه، بیچاره و بدبختت میکنه. دل تو اولین کاری که میکنه از ایمان به رب العالمین و توحید و عقیده توهی میکنه، تو رو مفلس و فقیر و بیچیز و حقیرت میکنه. اجازه بدید تا در زمین دلت خداوند گل بکاره، الله باغبان دلت باشه. اگه الله باغبان شد، کل وجود تو بوته های گل میکاره. انا انزلناه فی لیلة القدر. خدا نصیب بکنه. یعنی شما آمدید که التماسش بکنید. التماس کس ناکس میکنیم به خاطر یه لقمه نان. قسم ناحق میخوریم که 2 تومن روی یک پوشاکی، روی یک جنسی از مشتری بیشتر بگیریم، فکر میکنیم که تاجر میشیم. چرا التماس خدا نمی کنیم؟ این شبها شبهای التماسه، شبهای راز و نیازه، شبهای تخلیه شدنه. اگه تو حاضر شدید، برای اون عزیزی که حاضر نشده دعا بکن، برای همه جوانا دعا بکن، نه تنها برای دوستانت، بلکه اونایی که مخالفتن هم براشون دعا بکن، برای علما، برای حکام، برای کفار، برای دشمنان. خدا هدایت نصیب همه بکنه.